سلام رفقا، خوش اومد به ویدیو جدید. امروز قراره که نور پارکینگ رو اوکی کنیم. بریم سراغ ادامه ویدیو. من از این ریسه خطیه گرفتم، نور خوبی داره واسه اینجا. بریم که نصبش میکنیم. قراره که یکیشو اینجا نصب کنم، یه دونه رو تکیه رو اینجا بزنم، سه تای دیگه شو اینجا. خوبه به نظر. اینجا داشته باشیم و اینا رو نصب کنیم. برای این کار یه دونه از اینو گرفتم، بزنیم اینجا چون اون درد نداره پیست. اینو بزنیم اینجا، این یکی هم بس میکنیم اینجا. بهتون نشونم نور خوبی داره. بکنیم نور خوبی داره، برای ویدیو خوبه. من برم اینو بس کنم، دوباره برمیگردم. بریم که اولیش نصب کنیم چون دیگه پیچ میچ نمیزنیم با 5 سانتی. قشنگ و راحت. یه استوب بزنم برمیگردم. بریم که اولیه بچسبونیم، یه دونه چسب داریم بالاش. اینجا میشه سیف کنیم. یه دونه دیگه هم در پایینش بزنیم چون ضعیفه. خوبه دیگه، شما هم نگاه کنید. فیریکر هم نمیزنه، خوبه نمیشه. بریم سراغ بقیه. خب این بقیه هم که اینجاست، بقیهشون هم این سه تا با همه اینجا نصب میشه. چون برق نداره باید با سیم سیار بشیم، سیم سیار موبایل. بریم که نصبش کنیم. اول سیم سیار نصب کنیم، کار میکنیم. چیه؟ اینا روشن شد. بریم برای نصبشون. اول بزنیم اینجا، دوباره یه استوب دیگه بزنم یا بهتونشون میریم. خب رفقا اینا هم نصب کردیم بعد دهن سرویسی خیلی زیاد. یکی شکست کلا قطع شد و اینا، ولی خوب شد. یه تاش کردم درست شد. نگاه کنید شما، نور خوبی داره. بچه گفتم اینا خیلی کنارم میشه میره گوشه، یکیشو اینجوری کت زدم. این یکی برقم میکنم اینجا. خب دیگه الان نور اینجا تعمیر شد برای ویدیوها. الان قشنگ شد. مرسی که تا آخر ویدیو اومدید. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. خداحافظ.